جهل جاهلیه، یه بیسوادیه. میگه ابو حنیفه را این قریبت هم کنده کنید، همه مردک بود و مردکی. میگه کده او هم مردک بود ما مردکی. ایره حق نداری برادری عزیز، تو مردک، تو اولی برای او مردک شیدنی تو اولی میدونی چقدر راه ها را طی کردن در کار. تو خاک پای ابو حنیفه نمیشه. او مردک تمام هستی و تمامی وجودش در خدمت دین بخشیدگیه. حتی ای پشت دین کشته شد نابود شد رفت. ای پشت دین کشتنش. تصور کنید که وقتی خلیفه منصور گفتش که ابو حنیفه بیا قاضی شو، بیا قاضیگی را میتونم. گفت نه. گفت چرا نمیگیری؟ گفت که من نمیتونم. گفت قاضیگی را گرفته. گفت دروغ میگویی. گفت خیلی انا باز بهترین دلیل شد وقتی قاضی دروغگو باشه چرا باید قاضی میکنی؟ گپش قبول نکرد. رفت زندانش کردن. در زندان زهرش دادن. برای چی؟ برای قاضی نمیشود. تصور کن. برای قاضی نشدن مردک ای مسئولیتی که اینجا حکم صادر میشود. من حکم یک آدم میبرم. یک مبادا یک اشتباه خطای کمبود نکنم. حالی آدم چی میشود؟ همین خلیفه منصور برادر عزیز میگه یک بار ابو حنیفه را فریاد کرد. خیلی میدید شهرت او را دیده بود، علمی او را دیده بود. وقتی که او را دید میگه گفتش ابو حنیفه، میگن یک کلمه که دراز که طرفش گوه همیره تبرکنه دستی خود همیره تازه کود همی بالا که ستالی کاری مدامون مقصد ای دست شما بزرگوار تبرک کرد. میگه گرفت تیز کرد خش روه کرد. انا در دستی پادشاه دادش. پادشاه گرفت گفت بسیار تشکر زیاد، مقصد رحمت. گفت من گفت یک کاری دیگه شما دهی. بتیم گفت با گرفتش شکستش. گفت چی کارش کردی؟ گفت امرت واجب بود، امر تا اجرا کن. لیکن گفت این قلم در بالای ستال کاری تو باشه، یک مبادای تو به همین قلم ما یگان حکم یگان آدم صادر کنی به طریق جبر باشه، ظلم باشه، ما در همین کاری تو یاردمچی حساب میخورم. برای همین شکستمش. با قلم تیز کردگی ما تو وقتی می نویسی من خودم گناهکار حساب میکنم. کی میتونه این کارا را کرده برادران؟ یا که ای تقواهاش ولی ایره علمی ایره تو نگاه کن. ایره استدلال استنباطاش هم مثال در کتابای فقه نگاه کن. با خدا لذت میبری. همین امام شافعی همین قدر بگیم امام کلان، همین قدر شخصیتی بسیار معروف عالم، میگه ما در علم فقه نانریزه های دسترخوان ابو حنیفه را میخوریم. امام شافعی نانریزه های دسترخوان ابو حنیفه را میخوریم. همین امام شافعی میگه که امام مالک گفتن حضرت همین امام مالک شما ابو حنیفه را دیدین؟ گفت دیدم. گفت چه آدم بدم؟ گفت اگر نمی یک ستون ای چو باشه بگه که نمی تیلا اثباتش میکنه. همین چوی را بگه تیلا بودن هم را اثبات میکنه. ای کس همین هم در حیات برادرای عزیز بسیار تهمت ها کرده گیان. این چیزی که امروز سنگش میزنن، این امروز بسیاری همین بگیم همین جهل جاهلی، همین کودکای امروزه برآمدگی که ابو حنیفه مقصد انا از قیاس گپ میزد، ای رأیش گپ میزد، یعنی مسئلهاش همه مسئله های عقلی بود، ای آیت ای حدیث نمیگرفت.
همخیلی همین حضرت هم قطعی حضرت یولی امام اوزاعی قطعی بحث داره ایرا حتی همین خیل با اونها بردن بحث کرد که حتی گفتش که تو حضرت چکار میکنی میگنی انا خیلی بعضی بحثا دارد در باب همین برداشتن دست مثال ترک رفع یده ایده بحثا قطع امام اوزاعی دارد چخیل بحثای زیبا کردگی قطع همونا و با نبیره پیامبرم بحث دارد که وقتی دیدش گفتش ابو حنیفه انا شما این گفت بله گفت چرا سخنای بابای من موندگی تو با عقل خود کار میکنی گفت چی با عقل خود مسئله را انا استخراج میکنی گفت نه گفت برادر از این گفت گفت در حق من تهمت ای گفت این گفت را گفت در حق ما نزنین گفت بعد شش قطعی شد بعد در همین مسئله هایی که بود مقصد بحث و مناظره شد اخیر خیست همین نبیره پیامبر پیشانش بوسه کرد گفت به خدا قسم بر من گفت نادرست رسانیدن برای من خطا رسانیدن یک چند مسئله را آورده گفت همین مسئله اگر بگیریم یک مسئله شد گفت بابای تو گفتگیه که محض در بالای موزه بکش گفت بله گفت اگر من با عقل کار میکردم با عقل آخی بالای موزه دا چی در کار ماست من میگفتم تا دا آخی زیر و بینماز تا میشود من گفتم تای موزه دا ماست بکشید لیکن بابای تو گفتگیه که بالای موزه دا ماست بکشید من مردم گفتم بالای موزه دا ماست بکشید همینجا عقل گرایی من در کجاه اگر من با عقل کار میکنم میگفتم تای موزه دا بکش زیرا همه وقت همون چیر که مثال بینمازی در تای موزه در بالای موزه چی کار میکنن بعد گفت یک مسئله دیگر میگم آیا گفت مسئله همین حکم پیشاب نجیستره یا آب منی بعد گفت که البته پیشاب حکمش نجیستره یعنی آب منی اگر از مردک جدا شود در لباسشان که بزنه خاک هم که شود فقیه های ما میگن مثلا را تازهش میکنی نماز تا خوندن میگیری اثرش هم که اونو بی نماز نمیکنه یکی پیشاب وقتی میزنه بی نماز میکنه بعد گفت حکم کدامش مقصد بالاتره کامش نجیستره گفت پیشاب گفت اگر من با عقل کار میکنم میگفتم کسی پیشاب میکنه غسل کنه نیکی کسی اگر آبش میبرویه همون طهارت کنه میشوه برای این آبها فرق میکنن گفت آب منی مقصد نجیس نیست لیکن پیشاب ناپاکه گفت بعد میگه جوش بلند شد و بوسش کرد گفت بخشش که مثال در حق شما تهمت کردم